很怀疑赛义德到底是不是真心的。他怀着诚恳的态度上门道歉，希望能获得前妻麦迪娜的原谅。可麦迪娜却直接将他轰出家门，这是他对自己命运不公的一种发泄方式。两人之间是否会再次爆发严重的争吵，不禁令人捏了一把汗。冬天已经来临，在这么冰冷寒风的雪地中，赛义德却似乎对自己的前妻麦迪娜特别担心，他将会做出怎样的举动来挽回自己的错误。مرزی چه برف و بارونیا هم زادشون بسته بوین امکانی چه عبور مرور داشته بون نیستی امکانی چه بخوام بیان بری با سواری نقلیه نیترم بیان برفشیری بوین به مرزی چه هم برف و بارونی زنه برقل شوختی بوین آنتندهی موبایل شوختی بینه تا حالا خبر شوند را بیچه زواب مدینه سیری حالا بیو تا یک کار حالا بیو تابرون مدینه آمره تابرونش برادرش هم باش صحبت کرده دبره موری ایفرده منتظری ارسلان نو بی من الان زنگ بزنم نه دمو چختیگو خد میره آنتن میره حتما نیست باش صحبت کرده بیا تا این سربرنتش یه تماسی بیارم با ارسلان منم خطرشون رسه زیارم برف زیری هیچ نکنه خد بری او رو داری بره نه بیا تا این سربرنتش اشکال نه بیا تا بره یه چیزی گوشه خودو باش صحبت کن هست سا هست چی بالا نیاری فاطمه یه لحظه تو چه آزاده بری شما اجازه برام یه لحظه اجازه بگو یه لحظه ها با مدینه شما گوش یه لحظه صبر کن صبر نمیکنم تو چه آزاده بری بیسی خیلی از ایران بریرو چه آزاده بری بیا هر بتونم اون سلام ایبون صحبت کنیم با مدینه خواهی از صحبت کنم مدینه فاطمه سید رو دافته فاطمه یه خاطر بیا فاطمه اجازه بره گوش کار مهمی دارم سب کرده سب کرده مدینه کل یا نه صدیقه چی اما اجازه نیدیم یه بالا کنم یه دوست یه لحظه سب کن اما با سرا یا گوش کرده من خیلی دارم چه کار کنم چه آزاد شد یه لحظه سب کن从两人的对话中，我们能够看到，麦迪娜心中所持有的恨意是无法消散的。无论赛义德做出怎样的说法，都无法打动他的内心。موقع دادگویی به یه نتیجه رسیدم قاضی هم سیم ثابته از طریق مدد زندان هم به اعلام و بیش ظلم سنجی نیست ما ظلم به یه سند قیمت خیلی پایین هم آزاد بیرم با خاطری چه احترام میخوام به نام خواهشی کنم یه فرصت دیگه به ما بریم تا زبران کنم سیتون اگه واقعا ما ظلم سنجی نیست سیت ظلم سنجی نیست یه خیانت چه مارچری سنجی نبید قاضی ثابت مدینه یه چیز تو یه لحظه سب کن صدیق یه فرصت دو سید بری هیچ فرصت نگیم از این این همه بس ما خواهشی کنم ما باید میخوام ظلم سنجی پیشو میگیریم اینو وحشی میکاله مهندس نه آرونده اجازه بدن داخل
بچه همین کو احترام ببین، گوش کن کو احترام اشتباه کردم قبول دارم قبول دارم اشتباه کردم جوابم سنجی نیست میخوام احترام تو کنم میخوام زینب از زندگی بیرون کنم فقط منتظر راجع بیرونش بازی دستور داد تا زمان که بچه زینب دنیا نیا تا هیچ حد اطلاق نداری ایما کار به زینب اینا مشکلمون با زینب نیست اینا مشکلمون بلیه چند میخواست صادر بود رابطه آسانی اشتباه کردم باید فرصت رو ببینیم من طلاق می‌خوام یه بار دیگه یه فرصت رو ببینیم یه فرصت یه رو ببینیم فرصت نیو از یه برنامه سلام مدینه قطعا بیخود چه بین مدینه اشتباه مرم تقیوبی تیداخ تسری اشتباه مرم اشتباه مرم یه تیلن بشر خارج هم ببین مجبور بید مجبور بید سنانه به نام خودو آسیم به نام خودو واقعا چه داخل همین الان ما خونه کول خوندیم واسه حاضری قلاده که من از این خورده 我们不免想象得到，当初遭受到抛弃的麦迪娜内心是多么的悲伤，而她是用这种方式来拒绝赛义德的请求，也许是不想再次面临着心灵伤害。对于一位女人来说，这是她内心当中无比需要坚守的底线。但赛义德却只是认为麦迪娜故作矜持，那么两人之间的谅解，最终或许会爆发一场冲突。 خودتو خواستی کور خوندی و زودی هم داخلی ساختی باز خواستی بیشون بی تا الان هر دادگاهی بیه هر دادگاهی بیه تمام پرونده رو باز شد اقدامی که بیشون اینقدر چیز نسته ارزش خواهیدی که چه当麦迪娜最终把赛义德赶出家门的时候，她的内心当中终于释放了一些情绪，所以我们能够看得出，麦迪娜的内心当中还是多么的希望自己有个平静的生活。我们都期待着这位女人接下来的日子能过得更好。 من خیلی کوتاه من باشه باید سری به سری اشتباهی مدینه است باید آخه تمام باید سری به سری باید بگو تا بیام باید سری سری نامه بیمارستان برام تا همه چیز مشخص بود نامه بیمارستانش برام همه چیز ثابتی بود مشخصی بود ساختمون به نام مدینه زرمانه